معمولا توی کارگاه‌های نون میزان خمیر ترش زیاده. طبیعتاً دوریز خمیر ترش هم خیلی زیاده. توی کارگاه ما هم همینه. یه روز که دوریزه خمیر ترش زیاد شده بود گفتم بیام باهاشون کراکر بپزم. آرد و آب و خمیر ترش و نمک و روغن رو ریختم توی میکسر و یه خمیر صاف و یک دست به دست آوردم بیرون، چونه کردم. برای سینی‌های 60 در 40 من چونه های 300 گرمی گرفتم. حدودا نیم ساعت به چونه هم استراحت دادم. بعد شروع کردم کمی با دست بازشون کردم، داخل سینی گذاشتم و به صورت کشیدن کاملا نازکشون کردم. سینی رو حتما چرب کنید. و بعد خمیرم رو سوراخ کردم، سفیده تخم مرغ زدم. برای روش هم اومدم 7 دونه پرطرفدار رو با هم ترکیب کردم و روی خمیرم پاشیدم. کمی با دست دونه ها رو فشار دادم که فیکس بشه و با کاردک به اندازه های دلخواه تقسیم کردم. همشون رفت برای پخت و الان شده پرطرفدارترین آیتم ما.